در همین لحظه آقای زمانی در سوت خودش میدمه و بازیکن مصر رفسنجان بازی رو به جریان میاندازه. یک بار دیگه فرصت برای آرمان رمضانی و ضربه‌ای که زده میشه و فرصت برای مسی ها. یه بار دیگه ارسال که انجام میشه، ضربه سر رمضانی و مدافعین پیکان توپ رو برمیگردونن. نزدیک به صحنه است آذرباد باز هم در صحنه حضور داره و نیما میرزازاد از دروازه بیرون میاد و خطا. ارسال انجام میشه، آذرباد پشت محوطه جریمه، ضربه‌ای که زده میشه توسط عرفان جمشیدی. فرصت برای پیکان درون محوطه جریمه، رو به بیرون و ضربه‌ای که خطرناک از بالای دروازه مصر رفسنجان به بیرون میره. فرصت برای مصر رفسنجان و ضربه‌ای که اونجا با دخالت احمد گوهری به کرنر میره. حضور داشت احمد گوهری، یک بار دیگه ببینید با پای راست زد و جولانی بدون خطا توپ رو گرفت، ارسال به سمت دروازه. یه لحظه نگاه کرد دید گوهری از دروازه بیرون اومده، به توپ ضربه بزنه بازیکن مصر. ماتئوس وارد محوطه جریمه میشه، در عرض فرصت برای مصر رفسنجان و توی دروازه گل برای مصر رفسنجان توسط آرمان رمضانی. نتیجه رو 1-0 میکنه آرمان در همین ابتدای مسابقه در نیمه دوم در دقیقه 47 مسابقه. اینجا توپ رسید به آرمان و روی پاس ماتئوس کاسا شریفی توپ رو رد داد و توپ رسید به آرمان و آرمان رمضانی. باز هم کاسا تو سر توپ میزنه، کاسا میاره رو پای راست میزنه به سمت دروازه، اما پیکانی ها توپ رو برمیگردونن. یک بار دیگه توپی که ارسال میشه و از این سوی میدان توپ به بیرون میره. سامان نریمان جهان میگیره، یه بازیکن رو جا میذاره، پا به تو حرکت میکنه سامان، ارسال به سمت راست، فرصت برای مصر رفسنجان و گل دوم به ثمر میرسه توسط مهدی شریفی روی پاس سامان نریمان جهان. نتیجه 2-0 میشه. مهدی شریفی موفق شد دومین گل مسابقه رو به ثمر برسونه. گوهری مغلوب شد در مقابل شریفی. دومین بار این صحنه با یک ضربه روی پا و تقریبا ضربه والی رو زد. یه لحظه کنترل کرد، چقدر قشنگ زد. قصد داشتن حرکتی رو آغاز کنن پیکانی ها که موفق نبودن. باز هم کاسا موفق است، کاسا میزنه و گل سوم برای مصر رفسنجان توسط ماتئوس کاسا مارتینز. جا کاستا اومد و تو رو انداخت. خب حالا آقای زمانی یک کارت زرد رو میده به رسول خطیبی. VAR و از دروازه بیرون میاد طاهری. فرصت برای بازیکن پیکان، ضربه‌ای که زده میشه تو رو برمیگردونن. یک بار دیگه ضربه پای راستی که از کنار دروازه به بیرون میزنه کسری طاهری، آوانتاژ میده. فرصت برای پیکان و باز هم صادقی. یه بار دیگه پیکانی ها، فرصت برای پیکان و ضربه‌ای که در محوطه جریمه توپ به فرصت برای پیکانی ها پشت محوطه جریمه، درون محوطه جریمه، ضربه‌ای که زده میشه و توپ از کنار دروازه به اوت رفت. این ضربه‌ای بود که ضربه سر رو مدافعین مصر میزنن. در برگشت باز هم
پیکان، فرصت برای پیکان، فرصت برای کاستا، پا به تو حرکت میکنه کاستا، چه توپی رو از دست داد، در برگشت ضربه‌ای که زده میشه و باز هم دروازه پیکان برای سومین بار باز نشد. یه اعتراض کوچولو رو داره اینجا. ماتئوس کاستا به توپ رسید، پا به توپ حرکت کرد، ضربه آخر رو بد زد و در برگشت چه ضربه بدی رو زد. آرمان رمضانی میتونست بهترین عملکرد رو در این صحنه داشته باشه. از نمای دیگر ببینید هم کاستا توپ رو از دست داد، فخرالدینی با ضربه سر توپ رو برمیگردونه، بازم فرامرزی، پیکان فشار آورده، ضربه رو میزن از زاویه بسته. این صحنه یک و دو رو انجام داد، از زاویه بسته زد به سمت دروازه. جولانی پشت محوطه جریمه، جولانی حالا شانس خودش رو امتحان میکنه، خود افشین صاحب توپ هست، ارسال انجام میشه به محوطه جریمه و ضربه سری که از بالای دروازه مصر رفسنجان بیرون میره و اینجا هم سوت پایان بازی به صدا در میاد و مصر رفسنجان موفق میشه 2-0 پیکان رو شکست بده و اولین برده خودش رو در این فصل به دست بیاد.